بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت اعضای کانال ما. انشالله که تنتون سالم باشه. چند نکته مهم در نوشتن تعویضات اسلامی بهتون عرض میکنم. حالا ما 10 مورد رو و بیشترین مواردی که داخل دانش ازش استفاده میشه همین 10 موردیه که برای فعلا برای شما صلاح دیدیم. خب یکی که اعتقاد کامل به متن دعای قرآنی. وقتی شما اون متن قرآنی که می‌نویسین، اون دعای قرآنی که می‌نویسین، باید اعتقاد کامل داشته باشین که حتما این دعا اثرگذار خواهد بود. نفستون باید پاک باشه. این توضیح خاصی نمیخواد. در حین دعا نویسی رو به قبله بنشینید. وقتی میخواین دعا رو شروع کنید رو به قبله بشینید و بنویسید. انشاءالله هرگز سمت احضار جن و پری نروید، تهش مرگ. خب این رو همتون واضح میدونین. خود بندم تا حالا سمت احضار جن و پری نرفتم، چون لزومی به این نمیبینم که همچین کاری رو انجام بدم. من نیتتون خالص باشه، با نیت خالص دعا را بنویسین، خلوصی نیت داشته باشین. هرگز در مواقع نوشتن دعا شکی بر خود وارد نکنی. یعنی بگی که من مثلا دعای چشم زخم نویسم، آیا این اثر میکنه یا نمیکنه؟ نه، اگر اون دعا قرآنی باشه هیچ شکی درش نیست. در دعا نویسی از هیچ چیزی نترس. گاهی اوقات صرف العمر انجام میدین، خب یه ترس هایی به بدن انسان وارد میشه که باید این ترس رو از بدن خودتون دور کنین، چون باعث باطل شدن دعاهاتون میشه. دعاهایی که مد نظر داریم بر کاغذ سفید و بدون خط بنویسین، چون بر کاغذهایی که مثلا روی دفتر من نوشتم خطهای آبی رنگی اگر ببینید خطهای آبی رنگی داره. خب نوشتن دعا روی این کاغذ جایز نیست. میتونین از کاغذ آ4 استفاده کنین، خوبه. سعی کنین حروف ابجد رو به خوبی آموزش ببینین. خب حروفات ابجد کاربردی ترین حروفاتی هستن که تو دعانویسی اسلامی به کار میرن و شما میتونید واقعا نهایت استفاده رو از حروف ابجد ببرین. برای هر دعا بخور خاص خودش رو استفاده کنین. اگر مثلا دعای چشم زخمی نویسین، بخور مثلا کندر و اسپند. توی تمامی دعاهاتون از کندر و اسپند استفاده کنین. اینم که شماره خودم 0905 575 0843. فقط از طریق واتساپ پاسخگو هستم، چون سرم واقعا شلوغه. این کلیپ هایی هم که دارم براتون درست میکنم دارم خیلی به سختی درست میکنم. شاید در حد 3 دقیقه 4 دقیقه یا 5 دقیقه باشه، ولی ما همین 5 دقیقه هم برامون کلی وقته. انشالله که در پناه خدا و آقا صاحب الزمان باشین. اگر امری بود، اگر دعایی خواستین، خود بنده انجام میدم. واتساپ پیام بگذارین، در اسرع وقت جواب پیامتون رو ما میدیم انشالله. در پناه ایزد منان.